سپاسگزاری، گنج و گله و شکایت، فقر و تنگدستی. این قانون طلایی برای همه چیز صدق میکنه. درباره سلامتی، شغل، ارتباطات، اهداف و مخصوصاً پول. حتی اگه پول زیادی ندارید، به خاطر هر چیزی که دارید قدردان باشید. پول بیشتری نصیبتون میشه. هر چقدر شما بیشتر درباره مال دنیا شکایت داشته باشید، فقیرتر و نیازمندتر میشید. اصل تمرین معجزه‌آسای امروز اینه که یکی از مهمترین علل شکایت مردم نسبت به پول به یک عامل برای شکرگزاری تبدیل بشه تا قدرت اونو برای تغییر وضعیت مالی چند برابر کنه. این ویدیو رو با دقت ببینید و نکات و تمریناتش رو به کار ببندید و خودتون رو تو مدار شکرگزاری قرار بدید و فرکانس جذب پول رو فعال کنید. با این تکنیک شما شکایت که باعث میشه روز به روز فقیرتر بشید و با قدرشناسی عوض بکنید. بنابراین نیروی مثبت سپاسگزاری شما رو به فردی ثروتمند تبدیل میکنه. الان میگم چطوری. خیلی از مردم فکر میکنن که درباره پول شکایت نمیکنن. اما اگه تو زندگیشون کمبود پول احساس کنن، خیلی زود شروع به گله و شکایت میکنن. شکایت تو ذهن یا تو کلام افراد شکل میگیره. خیلی از افراد از بسیاری از افکاری که تو سرشونه اصلا خبر ندارن. شکایت، افکار ناامید کننده یا استفاده از واژه‌های منفی نگران کننده درباره پول تنگدستی میاره. و البته بزرگترین شکایت‌ها زمانی شکل میگیره که باید پول پرداخت کنیم. نداشتن پول کافی برای پرداخت صورت حسابا یکی از بدترین اتفاقاتی که تو زندگی میفته. وقتی درباره صورت حسابای خودمون شکایت میکنیم، در واقع نسبت به پول مینالیم و این باعث فقیرتر شدنمون میشه و پرداخت‌ها برامون سخت‌تر میشه. اگه پول کافی برای پرداخت هزینه‌ها نداری، باید بابت این وضعیتی که توش هستید شکرگزار باشید و این در واقع همون کاریه که باید انجام بدید تا پول بیشتری در زندگیتون به دست بیارید. برای داشتن یک زندگی راحت و پربار باید قدرشناس باشید و گله و شکایت برای هزینه‌ها نشانه قدرشناسی شما نیست. شما باید دقیقاً برعکس عمل کنید و برای خدمات و کالاهایی که در مقابل اون هزینه‌ها دریافت کردید شکرگزار باشید. این کار خیلی ساده است و خیلی راحت میتونید تو زندگی انجامش بدید و تأثیری عمیق تو زندگیتون میذاره. به عبارتی شما به جاذب پول تبدیل میشید. برای اینکه در مقابل هزینه‌ها قدردان باشید، باید به منفعتی فکر کنید که بابت اون محصولات و یا خدمات دریافت کردید. اگر به پرداخت اجاره خونه یا رهن خونه مربوط میشه، بابت اینکه خونه و سرپناهی برای زندگیتون دارید قدرشناس باشید. اگه مجبور بودید که کل پولتون رو پس‌انداز کنید و پول منزلتون رو یه جا پرداخت کنید، چه اتفاقی میافتاد؟ اون وقت اگه چیزی به نام رهن یا اجاره مسکن وجود نداشت، چه اتفاقی میافتاد؟ غیر از اینه که باعث میشد خیلی از ماها تو خیابونا زندگیمون رو به سر کنیم. اگه شما در ازای مصرف برق و گاز صورت حسابی دریافت میکنید، به گرمی و خنکی مطبوعی که براتون تهیه شده، دوش آب گرم و هر رفاه و آسایش دیگه‌ای که ازش برخوردارین فکر کنید. اگر صورت حساب هزینه‌های تلفن و اینترنت به دستتون میرسه، فکر کنید زندگیتون بدون تلفن و اینترنت چقدر سخت میشد. تمام این خدمات ایدئال تو زمان خیلی کوتاه برامون قابل استفاده و دسترسیه. بنابراین نسبت به اونا باید شکرگزار باشید. از زمانی که من به نیروی قدرشناسی پی بردم، روی صورت حسابایی که پرداخت میکنم این جمله رو مینویسم: خدایا شکرت، این صورت حسابم پرداخت شد. در نتیجه حتی یه صورت حساب پرداخت نشده هم ندارم. اولش وقتی که برای پرداخت قبضا پولی نداشتم، روشون مینوشتم خدایا بابت پول سپاسگزارم. وقتی که پول لازم برای پرداخت قبض رو داشتم، این عبارت رو بهش اضافه می‌کردم: سپاسگزارم، پرداخت شد. امروز قراره شما هم همین کار رو انجام بدید. هر صورت حساب پرداخت نشده که دارید بردارید و
با نوشتن جمله خدایا بابت پول سپاسگزارم برای پولی که بابت این صورت حساب پرداخت میکنید قدر شناسی کنید. چه پول داشته باشید چه نداشته باشید. اگر صورت حسابتون از طریق اینترنت پرداخت میکنید اونو به صندوق ورودی ایمیل خودتون ببرید و تو عنوان ایمیلتون بنویسید خدایا بابت پول سپاسگزارم. بعدش 10 تا قبضی رو که قبلا پرداخت کردید انتخاب کنید و روش رو بنویسید سپاسگزارم پرداخت شد. تو همون زمان که دارید روی صورت حساب می‌نویسید تا اون جایی که امکان داره سپاسگزار باشید. هرچی نسبت به توانایی خودتون برای پرداخت این قبضا بیشتر سپاسگزار باشید، پول بیشتری رو به سمت خودتون جذب می‌کنید. این کار رو از امروز به بعد به عادت خودتون تبدیل کنید و هر وقت که قبضی رو پرداخت میکنید به خدماتی فکر کنید که در مقابل این صورت حساب دریافت کردید و روش بنویسید سپاسگزارم پرداخت شد. و اگر پول لازم برای پرداخت هزینه‌های خودتون رو ندارید قدرت قدرشناسی رو با نوشتن بابت پول سپاسگزارم به جریان بندازید و اینو طوری بگید که انگار پول کافی برای پرداخت هزینه ها دارید. قدر شناسی بابت پولی که پرداخت کردید اینو تضمین میکنه که شما پول بیشتری دریافت کنید. قدر شناسی مثل طناب مغناطیسیه که به پول شما متصل و پول رو همواره به شما باز میگردونه. بعضی وقتا به همون اندازه، گاهی 10 برابر، حتی گاهی چند صد برابر. مقدار پول بازگشتی به شما به پول پرداختیتون بستگی نداره، بلکه به میزان شوق‌گذاریتون مربوط میشه. شوق‌گذاری باید از عمق وجودتون اتفاق بیفته. یه بار دیگه تمرین معجزه‌آسای جذب پول رو مرور کنیم. هر قبض پرداخت نشده‌ای رو که دارید بردارید و از قدرت سپاسگزاری استفاده کنید و روش بنویسید بابت پولش سپاسگزارم. صرف نظر از اینکه اون پول رو دارید یا ندارید، تا اونجا که امکان داره برای پرداخت این قبض شکرگزار باشید. 10 صورت حسابی که قبلا پرداخت کردید و بردارید و روی اونا عبارت سپاسگزارم پرداخت شد و بنویسید و برای اینکه پول پرداخت این قبض رو دارید شکرگزار باشید. خب حالا که این ویدیو رو دیدید و این تکنیک خارق‌العاده رو یاد گرفتید، از امروز اون رو به کار ببندید و این ویدیو رو برای بهترین دوستتونم بفرستید تا باعث تداوم زنجیره شکوهمند شکرگزاری باشید. راستی یادتون نره قبل از خواب شب افکارتون رو متمرکز کنید و کلمه سپاسگزارم رو برای بهترین اتفاق امروزتون به زبان بیارید. ممنون که همراه هم بودید. در ادامه همراه هم باشید.